د هلال تلویزیون ځانګړې خپرونې د اختر په ورځو کې تاسو په ژوندۍ بڼه د دې خپرونې لیدونکي یاست او اختر له هلال سره ځانګړې خپرونه ده چې 3 ورځې دوام لري. نن هم ځانګړي میلمانه لرو. بله بیننده های عزیز، مهمان های عزیز را با خود داریم که بعد از یک میان برنامه کوتاه با ایشان در خدمت شما خواهد بودیم. خوش آمدید میگیم شما بیننده های عزیز را به ادامه برنامه اختر له هلال سره. همان گونه که گفتیم مهمان های عزیز را با خود داریم که در نخست از مهمان جوان، شاعر و نویسنده توانا محترم عطاالله ذاکری را با خود داریم. خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، خدمت همکارانتان و همه بینندگان تلویزیون هلال. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عید همه مبارک باشه. ممنون شما. ذاکری صاحب، از اینکه در عید از خانه دور هستین و در فضای قرنطین به سر میبرین چه احساس دارین؟ والا شرایطی که یکی شرایطی است که بر بالای انسان تحمیل میشه، یکی شرایطی است که خود انسان را اختیار میکنه. فکر میکنم شرایط کرونایی و قرنطینه امروزی بیشتر به شکل تحمیلی بالای همه مسلمان ها چی که تمام جهان تحمیل شده و مجبور است هر انسان باید تحمل بکنه. عید در این شرایط با شرایط عادی چه فرق داره؟ مخصوصا از دید شما و تجربه شما. عید که ما در سالهای قبل تجربه داشتیم و شما نیز تجربه دارین، عید یک هماهنگی بزرگ در میان تمام مسلمان ها در جهان است تا از این فرصت پیش آمده ارتباطات خود را تقویت ببخشند و با یکدیگر تعامل بیشتر بکنند، محبت ها، صمیمیت ها و اخوت ها بیشتر شود و ما بیشتر به سوی یکدیگر پذیری و محبت بپیوندیم. اما با تاسف که قرنطینه و مرض کرونا به شکل قید ساخته همه را. معمولا شعرا و نویسنده ها احساسات، عواطف و اینطوری که اوضاعی که مثل وضعیتی که فعلا کرونا دیره به تصویر میکشن، به خیال شما و تصور شما و حیث یک شاعر چه میگرده که وقتی میبینین در ایام عید و خوشی کسی نمیتونه مثلا به خانه های دوستا و اقارب خود بره و یکدیگر مثلا در آغوش بگیره و با هم خوش بگذرانند؟ طبیعتا سکوت زیباست، اما محبت و لبخند نیز زیباست. انسان ها هر قدری که خود را با آغوش یکدیگر می سپارند بیشتر و بهتر لذت می برند و کرامت هستی انسان ها در همین جمله خلاصه میشه که انسان ها باید با یکدیگر محبت و صمیمیت داشته باشند. طبیعتا هر شرایط ظروف خود را می طلبه. شرایط کرونایی به واقع برای ما قید است، چون به کتاب خواندن کم بیشتر توجه میکنیم و از او کرده که دوستا در بیرون، در داخل، بخشای هنری، کار، فرهنگ، نوشتن، نشستن با دوستان فرهنگی به ما کاملا رنج دهنده است که نمیتوانیم با آنها بنشینیم و صحبت بکنیم و در این شرایط به دامن یک تپه‌زار یا مرغزار برویم و اونجا با هم دیگر صحبت بکنیم. بله، بزرگان معمولا در مشکلات، در سختی ها، در محدودیت های مثل فعلا گشایش هایی را میبینن، فرصت هایی را میبینن. با نظر شما اگر قرنطین خوبی هایی داره چی هست؟ طبعا ما زمین را خسته کرده بودیم. ما انسان ها مخلوقات عجیبی هستیم، خصوصا مخلوقات انسان های عصر ما مخلوقات عجیبی هستند. خیلی بدبختی بر زمین آفریدیم. من با واقع در شبهای عید که در اتاق خود کلبه خود نشسته بودم
صدای فیرکان از این طرف و اون طرف میشنیدم. خیلی تعجب میکردم. یک گلوله 5 قرص نان میشود، ولی ما به جای این که به فرزندانمان یاد بدیم که چگونه با دیگران محبت بورزند، به جایشان فیرکان. قرنطینه بر ما یادآوری کرد تا ما انسان ها یک بار دیگر به کرده های خود بیاییم و تمام گناهان خود را، فیلم گناهان خود را از سر تماشا کنیم تا ببینیم چی بدبختی هایی را انجام دادیم. یک طرف دیگر زمین هم اندکی نفس راحت بکشد، دوباره شکستگی های خود را از دست انسان ها بازسازی کند و در خدمت انسان ها قرار بگیرد. بسیار عالی. همون گونه که فعلا ما در ایام عید و رخصتی قرار داریم، اگر آزاد می بود و اوضاع و قرنطین نمی بود، شما دوست داشتین چی کار میکردید؟ خب طبق معمول میخواستم دوستان، استادان و بزرگانی که بودن به دستبوسی بروم و سر سفرهشان بنشینم و صحبت‌های استادان محترم در این فرصت استفاده بکنم و بیشتر تعامل بکنیم با دوستا و برادرها و در کوچه و در بازار و در خیابان‌ها هر کی را ببینیم، از کوچکترین تا بزرگترین، فقیر، بیچاره، مسکین، یتیم، با آغوش بکشیم و لبخند و نوازشی برایشان هدیه دهیم و این تصمیم من بود. بسیار عالی. همون گونه که بیشتر گفتیم شما شعر هم می‌سرایین، دوست دارین که یک شعری را اینجا دکلمه بکنیم؟ خواهش میکنم، چون همه در قرنطینه قرار دارن و فضای خانه بر همه دوستانی که سر سفره نشسته هستند قید نشوه. ما گرچند جدید به کار شاعری شروع کردیم، یک مجموعه جدیدن آماده چاپ دارم، انشاءالله یک شعر چه وقت چاپ خواهد شد؟ انشاءالله بعد کرونا در جریان خواهد بود. در جریان خواهد بود. یک پارچه شعر آوردم، او را براتان میخوانم. اجازه خواست انشاءالله؟ بفرمایید. به تعلق به سکوت، به تعلق به سکوت راه تو را می جویم، به تخیل به طمع عشق تو را می پویم. چون جرس در بغل تاریکی های مطلق، چون جرس در بغل تاریکی های مطلق، یک به یک هجر و ستم را به تو می گویم. عشق، عشق دردی است که با حلقه مرا حبس نمود، داغ ها بر جگر است لاله و نسرین خویم. برگ افتاده به آبم که روان است، روان تا به ابد. برگ افتاده به آبم که روان است، روان تا به ابد. اصل از شاخه مهرم به خاک است رویم. تو که در برگ درختی ولی خوب و قشنگ، تو که در برگ درختی ولی خوب و قشنگ. گاه تماشا کنمت، گاه به دست می بویم. سطل دل را به تو ای چاه به غم ریختم، سطل دل را به تو ای چاه به غم ریختم. یوسفم باده دل را به تماشای تو می شویم. عهد خود با تو به میثاق محبت بستم، حال با پیکر خونین خودم جنگجویم. در این میکده را قفل مزن ای ساقی، در این میکده را قفل مزن ای ساقی. به کسی قصه مکن مستی های و هویم، به کسی قصه مکن مستی های و هویم. بسیار عالی. ممنونتان. ممنون شما. تشکر از اینکه در برنامه ما تشریف آوردید. بسیار تشکر. لطف کردید. بیننده‌های عزیز، بعد از یک میان برنامه کوتاه با مهمان دیگری در خدمت شما خواهد بودیم. بسیار تشکر.
سلامونه بیا هم ښه راغلاست د هلال تلویزیون د ځانګړې خپرونې د اختریزو ځانګړې خپرونې په لړ کې نن مو دویمه ورځ د هلال تلویزیون تاسو ته د اختر مبارکي وایي. په دې برخه کې موږ ټولنیز فعال او د زرغون روند غړی زموږ سره دی ښاغلی مجتبی دقت، نو د سره به هم د اختر مبارکي ورکړو. سلامونه، سهار مو بخیر، تقریبا غرمه مو بخیر، ښه راغلاست خپرونې ته. با نام پروردگار عالم عرض ادب و احترام خدمت خودت آقای ودان. خوشحال هستم که امروز ما با خودت در برنامه هستم. ایده به خودتان با فامیل محترم تبریک میگم، با دستاندارکاران تلویزیون وزین هلال تبریک میگم. از طریق دریچه تلویزیون هلال به هموطنان عزیزم عید سعید فطر تبریک میگم. امیدوار هستم در کانون گرم خانوادهشان عید به خوشی و خوبی سپری کنند. و همچنان ایده برای کسای تبریک میگم که امروز از برکت از اونها، از زحمات از اونها در سنگرهای داغ نبرد استاده هستند، خانوادهشان ندیدن در روزی در رمضان و دفاع از نامیس ملی میپردازن. ایده از طریق تلویزیون شما برای اونها تبریک میگم. امیدوار هستم که یک عید خوش و خوب داشته باشن. ډیره مننه. هر کله راسي. په کرونای ورځ کې مو اختر څنګه را پیل کړ؟ شک نیست جناب ودان صاحب، پروردگار عالم در زندگی یکی خوشی های شخصی را برای مسلمان ها میده که مان عروسی و وسطا و بعض مراسم خوشی است. یکی خوشی عمومی است که دو عید است، یکی عید سعید فطر است، یکی عید سعید اضحی. بدون شک عید در بین مسلمان ها از ویژگی خاص برخوردار است که عید همو محبت و اخوت و برادری را بین مسلمان ها به وجود میاره و عید باعث میشه که دوستا یکی دیگر خانه ببینن و بتونن با خود یک لحظات خوش را با هم سپری کنند. با تاسف امسال سال 2020 ویروس کرونا یا کووید 19 که در جهان تکان داد متاسفانه اثر بسیار بدی گذاشت در سر اقتصاد، در سر دوستی، در سر رفاقت ها، سر همنشینی ها. در عید متاسفانه عید کرونایی فقط همگی در خانه بودن، ما هم در خانه بودیم، نتونستیم دوستا را ببینیم، فقط از طریق شبکه‌های اجتماعی تونستیم پیام دوستانه و تبریک خودمان را برسانیم. امیدوار هستم که با پایان ماه مبارک رمضان و آمدن عید سعید فطر بشر توان و قدرت زیر پیدا کنند تا بتوانند به این ویروسی که همه جهان خانه نشین ساخته یک راه حل منطقی و معقول پیدا کنند. تاسو خو د ټولنې سره یو ځای یاست، ټولنیز فعالیتونه مو هم ډېر دي. څومره دغه کرونا په تېره بیا دغه ټولبندیز پر تعلیمي برخه باندې تاثیر اچولی، اغیزه کړې ده؟ خب پروردگار عالم در قرآن عظیمشان میفرماید، ترجمه است که پروردگار انسان خلق کرده و در بین 18000 مخلوقات برای انسان کرامت داده. کرامت انسان در اجتماعی بودنش است. وقتی کرونا میاد همگی خانه نشین میسازه، بدون شک روابط اجتماعی ختم میشه. فعالیت های اقتصادی، فعالیت های سیاسی، فعالیت های اجتماعی، تحصیلی، تعلیمی همش متوقف است به خاطر اینکه اونا فعلا صحت خانه حفظ کنن، که همگی در خانه هستن. بسیار روابط تاثیر بدی را میگذاره، از دید روانشناسی اونا را آسیب پذیر میسازه و به حد خب اگر یک سال دوام کنن دکتران طب میگن که 18 ماه بر از این راه حل پیدا میکنن. اگر 18 ماه باشه شما فکر کنید یک سال، یک و نیم سال فعالیت های تحصیلی، تعلیمی، اقتصادی همه چیز متوقف میشه. به هر حالش در جهان پیشرفته فعالیت های اقتصادی اثر گرفته شده، ولی فعالیت های تعلیمی و تحصیلی با مشکل مواجه در قرنطینه هستند و در کشورهای بیرون که با اینترنت و با فعالیت های اجتماعی دسترسی بیشتر دارن، اونا از راه دور تعلیم میبینن، ولی در کشور ما متاسفانه با مشکلات بسیار زیاد مواجه هستیم. از جمله تحصیل از راه دور، اصلای آنلاین تحصیلی را تقریبا یک سال ما تحصیلی خود هم در سطح دانشگاه ها، پانتون ها، هم در سطح مکاتب دست خود دادیم و امیدوار هستم که ما بتونیم برای یک راه حل پیدا کنیم، حداقل تا سال آینده بتونیم این نقصی که امسال در سال 1399 آمد جبران شود. آنلاین درس یا آنلاین زده کړې کولی سي د هغه څوک چې راځي په صنف کښې ځای ونیسي؟ خب فرق میکنه. در جهان بیرون دو نوع تحصیل است، یکی تحصیل از راه دور است، یکی تحصیل فیزیکی است که داخل صنف میشینن و متوجه استاد هستن و لکچر نوت میگیرن. شکی نیست هیچ فعالیت حضوری تا فعالیت مجازی مقایسه نیست. مجاز است و فیزیکی خودت حاضر هستی، میتونی با استاد آنس بگیری، گپ شپ بفهمی و از پیش سوال کنی و فعالیت های که آنلاین هستن مثل یک چپتر نوت است که از یک دوست میگیری. تاثیر داره ولی تفاوت هم داره، ولی نمیتونه هیچ جای فیزیکی را بگیره و به هر حالش در جهان غرب اونا توانستن از راه آنلاین و از راه که بتونن از راه دور تحصیل خانه ادامه بدن، ولی در کشور ما بسیار با مشکلات مواجه هستیم. اوس خو د ځینو ارواپوهانو په نظر باندې اوس یو ستونزه در باندې راسي، باید
ورسره بغل ته راسي په اصطلاح شما باید کنار بیاین. بله څنګه کولای شو د دې مریضۍ سره چې په دومره ستونزو سره بیا هم ورسره آرام اوسو، ذهني آرامتیا ورسره پیدا کړو؟ ما با وجودی که بسیار وزارت صحت عامه محترم افغانستان که پیام‌های را نشر کردن، تلویزیون شما پیام‌های را نشر کردن، دیگر میدیا هم نشر کردن، جهان سپاس. من هم پیام دارم برای مردم شریف افغانستان که وقتی در هر 100 سال یک اپیدمی، یک مرضی در دنیا آمده، تقریبا بالای 50 میلیون انسان هم کشته، چی بهتر است با این مریضی کنار بیاین، در خانه بانین، گپا را گوش کنین تا وقتی ضرورت نشه از می خانه خود بیرون نریم تا صحتمند باشیم. ان شاء الله الرحمن تا 1 سال این ویروس میره پشت کارش، واکسن تولید خواهد شد و ما دوباره میتونیم فعالیت اجتماعی را سر بگیریم. ولی فعلا صحت ما مهم است. اگر ما متوجه صحت خود نباشیم بدون شک ما هیچ چیزی ارزش صحت انسان را نداره. باید با کرونا کنار بیاییم و کرونا را بپذیریم، با یک تفاوت که حفظ بهداشت خود داشته باشیم. وقتی بیرون میریم ماسک بپوشیم، دستکش بپوشیم، جایی که اجتماع می باشه تا اجتماع 2 نفری 3 نفری اشتراک نکنیم، او میتونه ما را صحتمند و آرام داشته باشه و این را به خود تلقین کنیم که خب این مرض آمده، روز میره، تا آخر عمر ما نمیمونه، 1 سال است میره پشت کارش و توسط تمام تلقین میتونیم ذهن خود را آرام کنیم. اگر ما بترسیم، بزرگترین دشمن انسان هم ترس است. ترس برادر مرگ است. با فعالیت‌های ما، با ذهن ما، با روان ما آسیب میگذاره. خود د ځینو ټولنیز فعالانو لکه تاسو چې ټولنیز فعال یاست، هغوی په باور کرونا په افغانستان کې شاید تر ډېرې پورې پاتې شي، ځکه موږ په ټول نړۍ کې د پولیو یا ګوزڼ پیښې ډېرې درلودلې. اوس یوازې په افغانستان او پاکستان په ځینو بېوزلو هیوادونو کې دا ګوزڼ پاتې شوی دی. دوی وایي چې کیدای شي کلونه په افغانستان کې کرونا پاتې شي. تاسو هم په همدې باور یاست؟ خب ما تافته جدا بافته از جهان نیستیم، ما هم در جهانی شدن سهیم هستیم، ما بخشی از ذهنیت جهان هستیم، چه خواسته یا نخواسته ما در عرصه جهانی سهم خود داریم و در افغانستان یک مشکل است، ما کشور در حال جنگ هستیم. همین لحظه خب 3 روز آتش بس شده، ما خوشحال هستیم، ولی بعد از اون جنگ جریان داره. ما نمیتونیم از کابل بیرون سفر داشته باشیم و به ولایات مثلا قندهار، هلمند و هرات دیگه جای از راه زمینی بریم، مجبور هستیم از راه هوا بریم چون جنگ از در کشور ما. وقتی جنگ پایان پیدا کنه، من یقین دارم کودکی در افغانستان وجود نخواهد داشت که پولیو گرفته باشه. پولیو هم صفر خواهد شد و ویروس کرونا هم صفر خواهد شد. ما میتونیم با هر کشور جهان که پیشرفته است رقابت کنیم. مشکل اصلی که ما در بدبختی حفظ کرده و نتونسته ما را مانع پیشرفت ما شده جنگ است. وقتی صلح بیا، من یقین دارم که ما از کشورهای منطقه کده پیش میریم. در 20 سال گذشته ظرفیتی که در افغانستان با وجود آمده هیچ قابل مقایسه نیست. تاسو ژورنالیزم لوستی دی، سیاست هم لوستی دی، اقتصاد سره مو مینه ده، څومره راحت است اوس؟ خب ودان عزیز، دانش بر انسان یک نعمت است. هر قدر انسان بیاموزه وقتی خودش درک کنه میبینه که هنوزم نیاموخته. ما برای سیاست علاقمندی شدید دارم و فعالیت هم دارم در عرصه سیاسی. اقتصاد هم در رشته است که خواندیم و ژورنالیسم هم یک دور بودم در یکی از دانشگاه ها و خیلی خود راحت احساس میکنم چون ما به هنر ژورنالیسم احترام دارم، قدسیت داره، خیلی برش باور دارم و بسیار تشویق میکنم دوستانم که در خبرنگار هستن از جمله شما را. و ژورنالیسم یک پدیده است که ملت با دولت، دولت با ملت، جهان با ملت، ملت با جهان وصل می‌سازه و پل ارتباطی است و باید همه چی سیاستمدار، چی کسی که غیر سیاستمدار هستند، تجار هستند، کسب و کار هستند، بیرون از اجتماعات هستند، کارهای شخصی دارند، به این پدیده مقدس ژورنالیسم و میدیا احترام بگذارند. میدیا پل است. اگر ما خدای نخواسته به این پل صدمه بزنیم، آسیب بزنیم و این پل قطع شود، ما هیچ هستیم. چون همه را میدیا وصل کرده و جهان سپاس که تلویزیون هلال ما را با هموطنان ما وصل ساخته. ډیر مننه، هیله کوم خدای مار کله راول تاسو خپل تلویزیون دی. یو پوښتنه په وروستۍ برخه کې ډیر لاندې ځواب راته راکړئ. دغه کرونا په تېره بیا څومره پر ټولنیزو فعالیتونو باندې اغیزه اچوي؟ لکه څنګه چې پر تعلیمي برخه اغیزه اچولې ده، طبعا په ټولنیزه برخه کې هم ډیر تاثیرات لري، خپل اغیزې لري. دغه منفي دي که مثبت دي؟ خب برای فعلا دفعتا جواب بده منفی. خود همی دولت، خود همی یک نظام شامل بخش‌های مختلف است. یک بخش از او تعلیم است، فرهنگ است، اجتماع است، اقتصاد است، سیاست است، روابط مردمی است، مردمداری است، حکومت کردن است. تحصیل یک بخش از او است. کرونا
همه فعالیت اقتصادی همه فعالیت اجتماعی را متوقف ساخته. وقتی یک فعالیت اقتصادی در یک سال صدمه میبینه، برای سالهای متعدد برای او زیان میبینه. مثلا یک نفر صرف 11 مکتب باشه نتونه 12 تکمیل کنه، چقدر از برنامه‌های دیگه شقف میمونه. ډیره مننه. هر کله راسي بیا هم اختر مبارک. تشکر. یک جهان سپاس. مجتبی دقت ټولنیز فعال او د زرغون روان غړی زموږ سره خبرونه کوي. فکر کوم د ټوله نړۍ څخه زموږ تلویزیون ته پیغامونه راغلي دي، ویډیویي پیغامونه. تاسو هم کولی شئ د هلال تلویزیون پر واتس اپ باندې خپل پیغامونه راته راولېږئ، ویډیویي کلیپونه خپل د ماشومانو خپل کلیپونه راته راولېږئ، خپل وطنوالو ته د اختر مبارکي ورکړئ. نو د امریکا نیولې تر اسیا، اروپا، ټولو هیوادونو زموږ ته پیغامونه راغلي دي ویډیویي. نو فکر کوم چې چمتو کړي دي، ځو په ګډه سره د هیوادوالو پیغامونه ګورو. سلام مجدد دارم خدمت همه بیننده های عزیز و یک سلام ویژه تقدیم آنهایی که در فیسبوک این برنامه را تماشا می کنند. بیننده های عزیز، باز هم مهمان داریم، مهمان عزیز و گرامی محترم بشیر احمد ایماق، استاد دانشگاه و عضو اتحادیه حقوقدانان افغانستان. خیلی خوش آمدید جناب استاد. سلامت باشین. سلامت. خیر باشین. جناب استاد، اون قسمی که قبل از برنامه گفتیم شما از ولایت سرپول هستین. بله. چطور که در هیچ سرپول نرفتین و کابل ماندگار شدین؟ حالا متاسفانه وضعیتی که کرونا در جهان و به خصوص در افغانستان آورده، ضرورت است که آدم بعضی معیارها را مراعات بکنه و فامیل دیدن یا بازدید از فامیل کار ساده ای هست، ولی آدم به عنوان یک جوان حداقل چون کرونا یک مریض ویروسی هست، ساری هست، سرایت میکنه، آدم حداقل مو توصیه دکتر صاحبا رو مراعات بکنه. ما نخواستیم که از اینجا تا وطن بریم، در چندین موتر آدم سوار میشه و حرکت میکنه، ممکن ما آلوده باشیم، دوستا و برادرها و هموطنهای دیگه ما رو آلوده بکنه. نخواستیم که ضرری برای هموطنها ما برسانیم، دوری از فامیل تحمل کردیم و خانه نرفتیم، ماندیم کابل. شما یک شهروند مسئولیت پذیر هستین. حالا آدم اگر مسئولیت پذیر نباشه، مسئولیت است که بله، آدم باید توجه داشته باشه. چگونه میگذره عید در فراق فامیل و شما چی کارها کردین در دیروز و چی پلان دارین امروز و فردا، در حالی که جای هم نمیتونین بروین و از فامیل و اقارب هم به دور هستین؟ عید متاسفانه خوب سپری نمیشه. آدم تا هنوز در هیچ عیدی از فامیل آدم دور نبود، فاصله نداشت. هم برای آدم خوش میگذره هم بد میگذره. بد میگذرش دیگه است که ما از فامیل دور هستیم، اما خوشی هم دیگه است که حداقل آدم تا زمانی که یک دردی را نبینه، یک رنجی را نبینه، اما قدر پدر و مادر فامیل برای آدم مشخص نمیشه. واقعا برای عید برای من مشخص شد که جایگاه یک پدر، یک مادر، فامیل چقدر است و برای آدم چقدر به خوشی های یک آدم کمک میکنه. ای است. ما دیروز دیگه نماز عید بود. بله واقعا خیلی دردآور بود، اما باز هم مسئولیت های کاری هست. در روزهای قرنطینه آدم باید ازش استفاده بکنه. برنامه خود هم داریم در حالت های قرنطینه، البته به پیش میره، خوب است نسبتا. آدم از تنهایی مصروفیت های کاری یا مصروفیت های تعلیمی آدم نمیگذاره که زیادتر رنج ببریم. بیشتر گفتیم استاد دانشگاه هستین، چی برنامه ها دارین در جریانی که قرنطین هست برای محصلین خود چی گفتنی دارین و چی برنامه عملا فعلا در دانشگاه دارین؟ ما در حالت های قرنطین که مدت یک ماه کنیم ما تلاش کردیم، چون برای کل جهان در کل و بخصوص به افغانستانی که اصلا مفکوره آنلاین تدریس کردن یا غیر حضوری اصلا به ذهن هیچ کس خطور نمی‌کرد و افغانستان به او وضعیتی نبود که این حالت تجربه بکنه، هم برای اساتید، هم برای دانشجویا، هم برای دانشگاه در عموم یک چیزی نبود
که ما فعلا سیستم آنلاین ایجاد کردیم. در دانشگاهی که هستیم مصروف تدریس هستیم. الحمدلله وضعیت خوب است. آیسته آیسته هم استادا بلدیت پیدا کرده رایسن و در مقابل تعدادی دانشجویان هم الحمدلله از این حالت خوش هستن که حداقل به حالتی که در خانه به حالت پریشانی و بی برنامگی به سر می بردن، رهبری تحصیلات عالی واقعا تلاش کردن، برنامه مفید را ایجاد کردن که پوهنتونا در کل در افغانستان از او استفاده میکنن و دانشگاهی که ما هم هستیم از این بی بهره نیستیم، استفاده میکنیم. رضایت در کل الحمدلله خوب است، ولی هم برای اساتید و هم در دانشجویا در حالتهای قرنطینی برنامه تنظیم شده خیلی خوش میگذره. بسیار خوب. قسمی که گفتیم شما از ولایت سریپول هستین، خوشبختانه ما هم از سریپول هستیم. خب بسیار خوب. آیا گاهی شده وقتی بگوییم که از سریپول هستیم کسی پرسان کرده باشه که از سریپول مربوط کدام ولایت است؟ والا این مسئله واقعا برای من در زندگیم اتفاق افتاده، چون من در سالهای 92 وارد دانشگاه تخار در دوره لیسانس شده بودم. اوجا رفتم پیش یکی از کارمندا مشخصات یادداشت میکردن. وقتی من سریپول گفتم اونا گفتن که سریپولی که میگی که چون تخار یک پول بسیار بزرگ داره در نرسیده به شهر، گفت از همین سریپول. من گفتم نیست، سریپول ولایت. من اینجا احساس کردم که واقعا ولایت ما خیلی ولایت ناشناخته باقی مانده، ولایت خیلی عقب مانده است که یک مأمور حکومتی به نوعی ولایت نمیدانه که والا همین سریپولی هسته. برای من خیلی تجربه آور بود. واقعا در زندگی احساس کردم که ما مردم خیلی عقب مانده هستیم دیگه. ما مردمی که حداقل ولایت ما ناشناس برای یعنی شما علت ناشنا بودن سریپول در موقعیت جغرافیایی و خرد بودنش نمیبینید، بلکه در وضعیت فرهنگی مردمش میبینید. دقیقاً اون چیزی که ما از وضعیت ازش آگاهی داریم و میدانیم. متاسفانه چون در بسیاری از ولایت ها سفر کردیم، برنامه هایی داشتیم، ولی بدبختانه سریپول نسبت به موقعیت جغرافیایی که خیلی عقب مانده هست، از دید فرهنگی و مسائل تحصیلی و تعلیم هم متاسفانه خیلی عقب مانده هست. چون یک ولایت درجه سوم هست، توجه حکومت هم به نوعی برش نیست. متاسفانه تهدیدات امنیتی هم در آخر متاسفانه خیلی زیاد شده، تعداد زیادی از مکاتب هم بسته می باشه. یعنی در کل مشکل موارد زیادی هست که برمیگرده ولایت ما عقب مانده شده. اما شما به حیث یک نخبه از ولایت که تا درجه کارشناسی ارشد تحصیل کردین و فعلا هم استاد دانشگاه هستین و در کابل به سر میبرین، شما و امثال شما دوستای دیگری که درس خواندن و میفهمن و درد از مردم درک میکنن، به نظرتان رسالتشان چی هست؟ چی کار کرده میتونن برای واقعا خودم وقتی که در کابل هستم برای هموطنهای دیگه این پیام رسانی میکنم یا آن چیزی که آموختم میآموزانم، خیلی آرزو میکنم و در تلاش هم هستم که برم به مردم خودم خدمت بکنم و از همه جوانا هموطنهای خودم که حداقل به یک درجه رسیدن، به یک مقدار آموختن، اینا باید به هموطناشون خدمت بکنن. آدم باید از خیش شروع بکنه، از خود آغاز بکنه، فامیل، اقارب، همین گونه به مردمای دیگری. حال نشده که دانشجویتون شما رو ببینه بگه که آدم چقدر سهمگرا هست؟ حالا نه سهمگرا آدم نیست، ولی ضرورت هم ایجاب میکنه. گاهی ممکن حدود 3-4 سال شده در خدمت این مردم، ولی مشکلی ممکن نباشه و انشالله دانشجویان برداشت سو نکنن از این حرف من. برای این مدتی به خدمت مردم خود باشیم و آدم هر چقدر که در محیط های کلان زندگی بکنه میتونه بیشتر خدمت بکنه. یعنی حضور شما در کابل باز هم به نفع سریپول است؟ حالا به نفع سریپول دقیقاً است که ممکن ما کادری در کابل تربیت بکنیم با او کادر خدمتگار سریپول شود، باز هم ما از این سود بردیم، به نفع مردم ما هست. به هر صورت به این تلاش هستیم. بسیار عالی. خب به عنوان حرف آخر در اون وضعیتی که ما به سر میبریم، وضعیت کرونایی و قرنطینه، گفتنی های شما برای دانشجویا چون شما استاد هستین و برای مردم چی هست؟ اولین پیام خدمت دانشجوی عزیز خود دارم، اگر صدای مرا میشنون یا میبینن برنامه را، این است که از وضعیت پیش آمده استفاده بکنن. زندگی به یک حال نیست، به خواست انسان ها نیست، هر دقیقه دارای تحول و تغییر هستند و ما نیاز هست که خود به این تحولات و تغییرات عیار بسازیم. اگر ما وضعیت قرنطینه اگر گفته بانیم یا وضعیت کرونایی ممکن دوام پیدا بکنه، این نیست که ما خود قربانی کرونا بکنیم، بلکه کرونا را به نفع خود تغییر بدیم. به هر موقعیتی که ما حداقل در خانه هستیم، هیچ کاری اگر نتونیم، ما میتونیم مقاله بنویسیم، 2 کتاب بخونیم،
به فامیل خود حداقل دیگر رو به خدمت دیگرها بودیم، میخواستیم به دیگرها پیام برسانیم. ممکن وضعیت کرونا آدم از فامیل فاصله گرفته بود، حالا میتونیم به فامیل بیشتر توجه بکنیم، یک چیزی به فامیل خود انتقال بدیم. و دوم به مردم این است که وضعیت پیش آمده چون یک وضعیت بسیار ناهنجار و خطرناک هستند، لطفاً توصیه های دکتر صاحبا را مراعات بکنن، در قرنطین بمانن، چون هر هموطن ما عضو یک خانواده هستیم. بعد اگر همسایه ما به کرونا مبتلا میشه، به نوع خود مبتلا به فکر بکنیم، احساس بکنیم و احساس همدردی داشته باشیم و از وضعیت پیش آمده را به نفع خود تغییر بدیم. و متاسفانه در دیگر ولایات ها چی در کابل متاسفانه با اون شرایطی که دولت افغانستان ایجاد کرده برشان، ولی هنوز متاسفانه مردم مراعات نمیکنن و خاص جدی ما همی است که کرونا را باید خیلی جدی بگیرن و قرنطینه را مراعات بکنن. بسیار عالی. تشکر از اینکه در برنامه ما تشریف آوردین. وقت خوش و عید خوش داشته باشید. سلامت باشید. بیننده های عزیز، میریم با هم یک جا پیام های جمعی از شما دوستان رو که ارسال کردین میبینیم و بعد از او با مهمان دیگری در خدمت شما خود بودیم. بیا هم راغلاست د هلال تلویزیون ځانګړې خپرونې ته اختر له هلال سره. نن په خپرونه کې داسې یو میلمه لرو، ځانګړی میلمه چې 10 ورځې په مبارکې میاشتې کې ستاسو څخه پوښتنه کړې ده چې مهمان من فلانی احمد محمود. نو نن هم زما میلمه ښاغلی عبیدالله موحد د هلال تلویزیون د تلویزیون معاون را سره خپرونه کې دی. موحد صاحب ډېر ښه راغلاست خپرونې ته. تشکر، سلامت باشین. تا وایه چې په پښتو باندې زما څخه مننه وکړې. ډېره مننه. خدای مو هرکله راوله د هلال ځانګړې خپرونې ته. سلامت اوسئ. د دې ځای به پیل کړو چې د کور څخه لرېوالی څومره سخت دی؟ من شب عید نوشته کردم، گفتم ماه من روزه بگیران جهان چه کنن، شب عیدی که تو پنهان شده باشی جای. واقعیتش است که دوری از خانه خیلی خیلی سخت است و ما اول خب معذرت میخوایم از فامیل عزیز و گرامیم و دوستانم و باز خدا را شکرگزار هستم که به فضل پروردگار در یک کاری مصروف هستم که در خدمت هموطنان عزیز هستم و باعث افتخارم است. به این خاطر او سختی را تحمل میکنیم به خاطر این کار مهم. خدای تاسو لري، لکه څنګه چې موحد صاحب اشاره ورته وکړه، 10 ورځې مکمل همدلته وو. په 10 ورځو کې یو ځل تللی کور ته، حتی د اختر په شپه هم زموږ سره و. همدلته د دې خپرونو د بریالي کولو لپاره هره لحظه هڅه کوي. موحد صاحب که د دې ځای را پیل کړو چې تاسو خو په راډیو کې هم کار کړی دی، الحمدلله کلونه کېږي چې دلته په دې برخه کې کار کوئ. د ژورنالیزم په برخه کې څومره ځان راحته احساسوئ؟ یادتان باشه که کاری را که عشق نداشته باشی، از ته دل به خاطرش تلاش نکنی، احساس راحتی و لذت در او پیدا کرده نمیتونی. و همین خاطر است که همه بزرگان توصیه میکنند که وقتی شما در یک کاری هستی او کار با دل جان انجام بدی. من هم خود از ژورنالیست حساب نمی کنم، یک انسان معمولی هستم که عشق دارم و علاقه دارم تا در این زمینه در همی کاروان باشم. ای که چقدر مؤثر واقعی شده میتونم و چقدر مطلوب و عمل کرده میتونم، این میمانه قضاوتش به بیننده ها. اما به عنوان یک فرد تلاش بندگی و تلاش فردی خود انجام میتونم تا کاری که انجام میتونم به بهترین شکل باید انجام شود. که قضاوت لیدونکي ته پرېږدو، د روژې په لومړیو کې د کرونا ستاسو په ټولو پیجونو کې، په ډېرو مشهورو پیجونو کې ستاسو د کرونا مثبت تاییدېدل تایید سوه. ډېری یې لیکلي وو چې د هېواد مشهور ژورنالیست ښاغلی عبیدالله موحد په کرونا اخته سوی دی. کله شاید دغسې منفي تبلیغات پر یو چا باندې منفي اغېز وکړي د
روحي لازه پر تاسو هم منفي اغیزه وکړه؟ البته در شروع برای من تاثیر منفی نگذاشته بود، چون باید اینجا بگیم که یک خبر دروغ بود و الحمدلله ما جور صحتمند بودم و تا حال هستم و اگر کسی مصابم میشه یه عیب نیست، بلکه خب یک بیماری یک آفت است که هر کس میتونه مبتلا شود و دعا میکنیم که پروردگار ما را حفظ بکنه. اما از آن جایی که شمار زیادی از دوستان ما نگران شده بودن و تماس گرفتن، پیام روان کردن و اسکرین شات عکس روان میکردن برام که این خبر چگونه است، من خیلی تلاش کردم که در اون صفحاتم که صفحاتی که از طریق دوستا برام معرفی میشد کامنت گذاشتم و از صحتمندی خود اطمینان دادم. باز هم این نگرانی بیشتر شد. سرانجام به مشوره شما دوستا ناگزیر شدیم که یک فیسبوک خود نوشته بکنم که من الحمدلله صحتمند هستم و کرونا را هم جدی گرفتیم و برای شما هم صحتمندی میخوایم. ډیره مننه کور محمد. تاسو دیرش ورځې دیرش شپې خوب ونه کوئ، دا د لوړ تللو لپاره دی که نه د تلویزیون د بریالي کولو لپاره دی؟ صادقانه براتون بگویم ودان صاحب محترم، نه ای که من یک انسان قوی باشم، اما خوابم نمی برد. نگران بودم که مثلا این کار نمانه، این کار نمانه، این کار نمانه. گاهی شما شاهد بودین که بالای بعضی از همکارا کمی ناراحتم میشدم و گاهی وقتم نوازش میکردم. البته اینا تمامش به خاطری بود که ما چون تعداد همکارای ما را به قرنطین روان کردیم که تعدادش کم بود و کارا بیشتر بود. شما میدیدین که گاهی وقت میشد که به 3 کامپیوتر ما همزمان یک بار اینجا، یک بار اونجا، یک بار اونجا. اینا به خاطر کار بود و برای که ما این مأموریت و این مسئولیتی که به عهده ما گذاشته شده و در قبالش پاسخگو باید باشیم، این کار موفق شود و طبیعی است که هر کار کمیا و کاستی های خود هم داره. موږ خو ټول تقریبا 2 میاشتې کېږي د نهم دورې څخه تر اوسه پر یو ځای اوسېږو، یو ځای یو. د دومره ډېرو کارو سره که نیوکه در باندې وسي بیا هم بد تاثیر به در باندې وکړي؟ راست بگویم تاثیر میکنه. بله، حرف به مو اندازه که یک حرف خوب انسان انگیزه میده و انرژی میده، حرفای بدم تاثیر میکنه. خیلی از دوستا لطف کردن، پیام گذاشتن، تماس گرفتن و کامنت های این بر اون بر دادند. اما من چون انسان هستیم و این تاثیرات پذیرفتیم گاهی وقت خیلی مایوس میشدم. اما باز هم چون همراه بعضی دوستا به شمول امیری صاحب که مشوره میکردیم، به شمول شما همکاران عزیز، خود جویا صاحب و ساعتی صاحب، خوارزمی صاحب و دوستای دیگری که فعلا تشریف ندارن همراه ما، مشوره میکردیم و باز انگیزه میگرفتیم. این در واقع قوت قلب بود که در مقابل اون همه موجی از انتقادات البته این انتقادات هم بجای است، یعنی توقع مردم ما قابل قدر است و توقعشان بالا هست که ما به دل و جان میشنویم، اما ما هم دشواری ها و ناگزیری های خود داشتیم. خوشبختانه مهمانانی که می آمدن در برنامه سفره رمضان، اینا وقتی می دیدن که خب شما چند ساعت نشرات داریم، می گفتیم 24 ساعت و تعداد همکارا را که می دیدن و محدودیت ابزار و وسایل و امکانات ما را که می دیدن، تمامیش آفرین گفتن برای ما و ما شما شاهد بودین که هر کدامش وقتی نماز شام ادا میکردیم یک صحبت میکردن و تشویق میکردن. جا داره اینجا از مظفری صاحب یاد بکنیم، از صافی صاحب یاد، نویدی صاحب، از ساداتف و دیگه بزرگایی که آمدن، حمیدی صاحب و که تشویق کردن و از فخری صاحب، همگیشان انگیزه دادن که شما کارتان بزرگ است و برای ما دعا کردن و تشویق کردن. لکه څنګه چې په سر کې مې وویله، واحد صاحب له سیاست سره مینه لري، سیاست لولي، ډېر څنګه جرنالیست دی. یوه برخه د ژوند یې له شعر سره تېرېږي او له شعر سره مینه هم ده. نو که زه ستاسو څخه هیله وکړم یو شعر به راته ووایاست؟ بله، چرا نه. ما گاهی که دوستا از ما میپرسن که چرا شعر و این همه این آن، من میگم که شعر یک پلی است که من نمیفهم که مرا شعر به عشق آشنا کرده یا عشق به شعر، اما این دو مفهوم بخشی از زندگی ما است و گاهی که فرصت میکنم
مراجعه میکنم و امو تشنگی خود و امو احساسات خود فروکش میکنم. البته چرا نه هزار او معمولا د شپې د خوا فکر کوم چې شعر په لوړ آواز وایست څنګه؟ خب گاهی که امو دلتنگی خیلی زیاد میشه باز صدای من بلندتر میشه. د چې خپل ماشومان پسې هم دیغ سي بله. غویم نه وي معمولا د شعر. من یک شعر میخوایم به شما بخوانم. مهربانی. میگه از استاد فاضل نظری است، چون میخوایم کمی فضای برنامه متفاوت تر شود. میگه ناگهان آینه حیران شد گمان کردم تویی، ماه پشت ابر پنهان شد گمان کردم تویی. اجازه است کامل بخوانم؟ مهربانی. رد پای تازه از پشت صنوبرها گذشت، چشم آهوها هراسان شد گمان کردم تویی. ای نسیم بیقرار روزهای عاشقی، هر کجا زلف پریشان شد گمان کردم تویی. سایه زلف کسی چون ابر بر دوزخ گذشت، آتش دیگر گلستان شد گمان کردم تویی. باد پیراهن کشید از دست گلها ناگهان، عطر نیلوفر فراوان شد گمان کردم تویی. یو ځل دغه سر وخوست. باد پیراهن کشید از دست گلها ناگهان، یعنی وقتی باد وزید گلها را به شور آورد و وقتی که گلها به شور آمد عطرشان پراکنده میشه. عطر نیلوفر فراوان شد گمان کردم تویی. چون گل در باغ پیراهن دریدم در غمت، غنچه سر در گریبان شد گمان کردم تویی. کشته در پای خود دیدی یقین کردی منم، سایه بر خاک مهمان شد گمان کردم تویی. ډیره مننه کور محمد. یوه لنډه پوښتنه یو لنډ ځواب. د میلمه پر ځای کښېنستل سخت دي که د وړاندې کوونکي په حیث؟ ډېره لنډ. به عنوان میزبان بودن سخت است، مهمان بودن خیلی راحت است و من یکی از وقتایی که خیلی احساس راحتی کردم همین لحظه است. کور محمدان ډېره مننه. عبیدالله موحد د هلال تلویزیون معاون را سره خپرونه کې و. اختر مو مبارک. ډېره مننه چې راغی دلته. ځو د هیوادوالو ویډیویي کلیپونه را سره دي د نړۍ له لارو بره. ما عید مبارکی نگفتم به هموطنان عزیزم. خیلی معذرت میخوایم که چون از مهمانا عید تبریکی گفته بودن من نتونستم بگویم، به این خاطر در آخری دقایق عید تبریک میگم به همه هموطنان عزیزم در سراسر دنیا و سپاسگزار هموطنان عزیزمان هستیم که پیام های تصویریشان روان کردن و در این برنامه ها ما به نشر سپردیم. تاسو هم کولی شئ د هلال تلویزیون پر واتس اپ باندې خپل ویډیویي کلیپونه موږ ته راولېږئ. هڅه وکړئ چې د هلال تلویزیون نوم هم پکې واخلئ یا خپل خوږو ماشومان یې راولېږئ. ځو د هیوادوالو کلیپونه چې د نړۍ له لارو بله موږ ته رالیږلي دي. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما عزیزانی که همین اکنون از پرده تلویزیونتان ما تماشا میکنین از فرکانس تلویزیون هلال و همچنان آنهایی که از طریق صفحه فیسبوک هلال ما را تماشا میکنند. مهمان خیلی عزیز و گرامی داریم، دوست خوب ما، همکار، آنکه همیشه در تمام برنامه ها با ما بودن، اما شما با چهره شان آشنایی ندارین. امروز خواستیم تا از طریق این برنامه با ایشان معرفی شویم. بله، همکار عزیز ما منصور خوارزمی، خیلی خوش آمدین. زنده باشین، تشکر، سلامت باشین. من از طرف خود به بیننده های عزیز تلویزیون هلال و همچنان تمام مردم افغانستان هلال عید تبریکی عرض می دارم و امیدوار هستم این وبایی که کنون به این زودیا همه جهان، همه ملت های جهان سردوچار شدن، این به زودی از بین بره و همگی از این مسئول بمانند.
انشالله. خوارزمی صاحب، قسمی که پیشتر گفتیم شما همیشه با ما بودین اما در پشت صحنه. چه احساس داشتین وقتی همه روز حضور داشته باشین و اما دیده نشین؟ خب چیز زیاد گفتن نمیتونم، فقط همقدر میگم که من احساس خوشی میکردم که در رقم یک کار و این رقم یک رسانه ما یک نقش کوچک دارم، یک پروژه کوچک هستم که میتونم یک کار برش انجام بدم و واقعا بر ما خوشایند این بود که برنامه تکمیل میشد، میدیدیم موفق هستیم. واقعا بر ما خوشایند بود، گرچه پیش از چون روزه بود همه ما خستگی داشتیم، خسته می بودیم. وقتی که برنامه تکمیل میشد میرفتیم وقفه و خلاص میشد یا خداحافظی میکردیم، واقعا احساس راحتی باز وقت وجود می آمد. یعنی امو احساس خوشی شما ناشی از علاقه شماست که به کارتان داشتین؟ بله طبعا. بله بیننده های عزیز، در تمام برنامه های سفره رمضان تقریبا بلا استثناء منصور جان در پشت کمره بودن و برنامه را پوشش میدادن. خوارزمی صاحب، قسمی که گفتیم در جریان رمضان هم شما اینجا بودین با ما و در روز عید هم اینجا هستین و الحمدلله ازدواج هم کردین و همسر هم دارین. چی فکر میکنین این دوری از خانه، از فامیل بر شما سختی نمیکنه و اگر به شما سختی نمیکنه برعکس به فامیلتان؟ خب طبعا معلوم دار است که دوری از عزیزای ما بر همگی سخت است، چی به ما باشه چی به اونا باشن، بر هر دوی ما سخت است. ما روزانه در تلفن گپ می‌زدیم، همراه مادر جانم، همراه پدر جانم، همراه همگی. واقعا احساس ناراحتی دور بودن هر دوی ما می‌کردیم. و یک چیز دیگه که براتون بگم، یگانه راز موفقیت از نظر من امی است که وقتی که ضرورت بودی خدا پیش بنداز، باید قربانی بیتی. درست است. من از همین انگیزه قربانی از کجا ناشی میشه؟ خب چه قسم علاقه و بله دقیقاً. وقتی که به کار علاقه داشتی و کوشش میکردی که به او کار نزدیک شوی و موفق تر باشی، باید قربانی بیتی. در غیر از قربانی نتی و جای پا خالی بکنی اصلا موفقیت نمیرسی. حال از طریق برنامه برای فامیل محترمتان چی گفتنی داریم؟ خب اولین کاری که میکنم تشکری بسیار زیاد از پدر جانم، مادر جانم به حد اندازه سپاس میکنم که واقعا در هر قدم هم همراهم بودن و همیشه مرا حامی ما بودن و همیشه مرا تشویق کردن. حتی دور بودن مرا تحمل کردن. خاص زیادتر مادر جانم که چون بسیار پشتم ضیق میشه وقتی که من گفتم امکان داره تا بعد از عید من اینجا باشم روز اول رمضان، واقعا میگفتم من چه قسم تحمل کنم دوری ده و همین احساس من هم داشتم و امید که از ما خفه نباشن. و ما که در اینجا جز خوبی از شما چیزی ندیدیم. این همه خوبی را از کجا کردیم؟ خوبی از شما است که پس در مقابل براتون خوبی میشه. خیلی خوش آمدین. خوش باشین. سلامت باشین. بیننده های عزیز، این بود برنامه اختر لهلال سره. انشالله در ادامه باز هم با شما خواهد بودیم. د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو اختر له هلال سره دویمه ورځ مو هم وروستۍ برخې ته رسیږي، نو سبا هم یو ستاسو سره موږ مه هیروئ. جویا صاحب، لکه څنګه چې دویمه ورځ هم د پر خلاصېدو ده، زه خو د دې ځایه د هلال د سټیج څخه خپل ټولو هیوادوالو ته د اختر دویمه ورځ مبارکي وایم. بله بیننده های عزیز، ما هم روز دوم عید را بر شما یک روز خوب و خوش خواهان هستیم. تا برنامه فردا که دوباره در خدمت شما حاضر میشیم، الله حافظ و نگهدارتان. تر سبا پوری په لوی الله مسپارم.